سیدی دارم خاله، سیدی دارم، سیدی های علیشمس اشکین 2098. اما شما سیدی نمیخری، سیدی هم خیلی خوبه، آهنگای خوبی دارم. بابا حداقل یه کدومتون آهنگای علیشمس رو دیگه باید گوش کنن، نه اشکین 2098. آهنگای آقامون جنتلمنه ساسی مانکن آوردم، بدو بیا اینور بازار. بچه زندگی خیلی سخت شده، من هر روز میام سر این چهارراه اینجا سیدی میفروشم، سیدی ها آهنگ شاد، حداقل بتونم حال مردم رو خوب کنم با سیدی ها. ولی کسی نمیخره دیگه. خاله تو رو خدا یه سیدی ازم بخر، سیدی های خوبی دارم ها. هی جانم سیدی چیه توش؟ آهنگای جدید دارم خاله، اونایی که تتلو میگه بزنم نفت در بیاد. بده یه دونه از اون سیدیاتو بده من میخرم. بچه باورم نمیشه امروز اولین سیدیمون رو فروختیم. خاله دست درد نکنه. تکونی بده خودتو نشون بده، از این آهنگا خواسته من در خدمتم. بچه دیگه آخر شب شده، الانم ساعت 11:30 دیگه باید برم بخوابم که صبح زود بیام دوباره سر کار شروع کنم. الان دیگه نوبت ماهایی که سر 4 دست فروشی میکردیم تموم شده. دیر وقت که میشه چند نفر میان کنار این خیابونا وای میستن، سوار ماشینای خیلی مدل بالایی هم میشن، ولی نمیدونم کارشون چیه. باید بپرسم ازش، احتمالاً پول خوبی توش باشه. اگه شما میدونید چه کاریه حتما توی کامنت ها بهم بگید. من که نمیدونم، ولی خب راستی اینم بگم یه دوچرخه تونستم بخرم. یه با این دوچرخه بچه‌ها میام میرم مدرسه هم، بچه‌ها نتونستم برم چون خیلی پولش زیاده، مبلغش خیلی گرونه، منم نمیتونستم برم، واسه همین فعلا دارم کار میکنم تا ببینیم خدا چی میخواد. ای خدا، یعنی یه روزم میشه که ما پولدار بشیم. بچه‌ها من شبا میام اینجا میخوابم، متاسفانه خونه‌ای ندارم که برم داخلش زندگی کنم و اینجا یه چند تا چوب گذاشتم حالت خونه مانند درست کردم. یه آتیشی هم اینجا روشن میکنم که گرمم بشه و یه ذرم کثیفه ولی دیگه چاره‌ای نیست. خب بچه‌ها فردا روز شیشه پاک کردن ماشیناست. امروز سیدیام فکر کنم کم شده تعدادش. بچه‌ها اینم از زندگی ما دیگه، چاره‌ای نیست، بگیریم بخوابیم که صبح باید بلند شیم. سلام، صبحتون بخیر. یارو دزدی موزی نیومده سراغمون دیشب، خیلی شانس آوردیم. بچه‌ها من هر شب دارم با این فکر و خیالا میخوابم که یه وقت دوز نیاد بدزده ازمون چیزی. حتی چیزی هم که نداریم بدزده، ولی خب من این دوچرخه که چند سال کار کردم تونستم بخرم و این کوله پشتی رو میدزده. بچه‌ها من دوچرخه‌مو این سری میدم به این عموه. این عموه رفیق شدم باش. میگم که حواست به این دوچرخه‌م باشه تا شب من برگردم. عمو سلام، این حواست به این دوچرخه من باشه، من شب میام دوباره میبرم. سلام عمو جون، صبحت بخیر، خوش اومدی. باشه حواسم هست. دست درد نکنه عمو، من رفتم سر کار. بچه‌ها امروز پر از ماشین اینجا خیلی شلوغ شده. حالا جون ببین چقدر شیشه تو تمیز دارم برق میندازم، چقدر ماشینت کثیفه. یه پولی به ما نمیدی؟ اوه این ماشینش مدل بالاست بچه‌ها، فکر کنم از این یه دشتی بگیریم. بیا پسر جون اینو بگیر، فقط از جلوی ماشین من برو، عجله دارم. دست درد نکنه خاله، ولی چقدر بد اخلاق. دست درد نکنه خاله جون. بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید، عجب ماشین خفنیه. وای بچه‌ها ماشین رو نگاه کنید، لامبورگینی از جنس طلا. یعنی مالک کیه اینجا پارکش کرده رفته؟ خدایا یعنی میشه منم یه همچین ماشینی رو بخرم یه روزی؟ بچه‌ها من خیلی کنجکاو شدم، امروز چند دلار بیشتر کار نکردم، فکر نکنم دیگه بیشتر از این کار کنم. الانم نزدیکای بعد از ظهر دیگه. دوست دارم بدونم صاحب این ماشین کیه. بزنید بریم آقا. اما دوچرخه‌مو بده لازم دارم. اما خداحافظ. بچه‌ها صاحبش اومد، نگاه کنید داره سوار ماشین میشه. بچه‌ها خیلی داره سری میره، فقط خدا کنه گمش نکنه. وایساد پشت چراغ. به نگاه کنید بچه‌ها، عجب ماشین خفنیه انصافا. بچه‌ها خیلی خسته شدم بابا، یه ذره آرومتر برو. بچه‌ها داره میپیچه تو کوچه، خدا رو شکر. بچه‌ها بالاخره پارک کرد، دیدمش. نگاه کنید ماشین اونجاست، داره با یه زنه صحبت میکنه. بذارید حواسش نیست من سری برم. یواش بچه‌ها توی بوته‌ها دارم میرم، فقط خدا کنه در ماشین باز باشه. درش بازه، ایول. عمو خدافظ. خدا ماشینشو برداشتم بچه‌ها. چه ماشین سریع. وای بدبخت شدیم بچه‌ها، رو ماشین خط افتاد. سنم کمه دیگه. خب بچه‌ها حق بدید رانندگی بلد نباشم. ولی اشکال نداره آقا، من میخوام با این ماشین اشغال کنم. وای توشو نگاه کنید بچه‌ها، عجب ماشین خفنیه. راستی میتونم بفروشمش آقا، برم به سیمیون بگم یه ماشین لامبورگینی دارم از جنس طلا، احتمالاً میخره. ترمز کن. پام یه کمی کوتاه بچه‌ها، به ترمز نمیرسه متاسفانه، ولی اونقدر هم دیگه دست درمونم بد نیست. نگاه کنید دیدین. خب سیمیون داداش بیا برات ماشین آوردم. خودش هم اینجاه. به ماشینا رو نگاه کن سیمیون، خوب ماشینا رو چیدی ها. عمو سیمیون برات یه لامبورگینی آوردم از جنس طلا، ولی فقط یه ذره جلوش خط داره که اونم با پلیش حل میشه، قصه نخور. سلام عمو جون، چطوری؟ به میبینم که ماشین خریدی، مبارکه. آره ماشین خریدم، بالاخره ددیمون پول داره دیگه، پول داده همون واسم
ماشین خریده. ولی الان احساس میکنم یه ذره سرعتش کمه واسه من. یه اون هیجان اولو بهم نمیده، میخوام بفروشمه. چند میخری؟ والا جلوش که خیلی در به داغون شده عمو جون، ولی ازت اینو 2 میلیون دلار میخرم چون از جنس طلاه. 2 میلیون دلار بچه؟ واقعا عمو راست میگی؟ قبول عمو، 2 میلیون دلار مال تو. یا عمو جون مبارکت باشه. من که میدونم این ماشین دزدیه ولی اشکال نداره، کار ما هم همینه دیگه. راستی یه کار برات دارم. دیگه چیکار کنم عمو؟ به کسی نگو، فقط خواهش میکنم. راستی کارت چیه؟ ببین یه ماشین خیلی مدل بالا دارن وارد کشور میکنن از طریق کشتی. اگه بتونی ماشینا رو برام بدزدی و بیاری پول خیلی خوبی بهت میدم، حتی بیشتر از این. حتی بیشتر از این؟ یعنی بیشتر از 2 میلیارد دلار؟ قبوله، میرم الان میارم. فقط حواستو خیلی جمع کن، اونجا پر از نظامیه، باید اسلحه ببری. اسلحه؟ اما من که بچم، ولی چاره ای نداریم دیگه بچه، خیلی پول زیادی در میونه. باشه اشکال نداره عمو سیمیون، لوکیشن رو بفرست، من میرم سر راهم تفنگم میگیرم. بچه سیمیون لوکیشن فرستاده، اول بریم یه اسلحه بخریم چون گفتش که نظامی اونجاه. بچه‌ها رفتم اسلحه فروشی، یارو با لگد انداختم بیرون. فقط خدا کنه یکی دستفروشی اینجا باشه. اینوش بچه فکر کنم این دستفروش اسلحه است. اما سلام، خوبی؟ ببینم اسلحه داری، به قیمت خیلی خوبی ازت میخرم. برو طول سگ، ما به بچه‌ها اسلحه نمیفروشیم. ببین اسلحه غیر قانونی داری میفروشی، دستفروش هم هستی. تا لود ندادم به نفعته که اسلحه رو بفروشی، بعدش هم پول خوبی میخوام بهت بدم. ای کار خرد، داری تهدید میکنی منو؟ باشه ببینم چقدر پول داری. پول زیاده، نگران نباش. من یه دونه پیستول و یه رایفل میخوام فقط. باشه 200,000 دلار. 200,000 دلار چه خبره کثافت؟ تازه غیر قانونی هم داری میفروشی، باید 20,000 دلار بشه جمع. همینی که هست، یا بخر یا برو گم شو. ای کثافت، داره 10 برابر میکنه تو پاچمون، ولی چاره ای نداریم بچه‌ها. بیا بگیر، سگ خورد. بچه‌ها ازش تفنگا رو خریدم، یه دونه پیستول گرفتم و یه دونه هم رایفل. فقط خیلی سنگینی داره میکنه تو کیفم، امیدوارم که چیزی نشه. 2000 years later. خب عشقا اومدیم نزدیک بندرگاه، لوکیشن داره دقیقاً جلومون رو نشون میده ولی خبری نیست. یه لحظه وایسا عمو، ببخشید اینجا قراره یه ماشین خیلی مدل بالایی رو بیارن، میدونی کجاه؟ آره عمو جون، برو جلوتر، یه کشتی خیلی بزرگه دارن ازش بار خالی میکنن، همونه. دست درد نکنه عمو. بچه اینا خودشم، بذاریم من برم اینجا یه گوشه قایم شم. اوه اینجا خیلی شلوغه بچه. بچه اینجا رو نگاه کنی، پر از نظامی اسلحه به دست. بچه من چجوری برم داخل؟ راستی از اینجا برم میتونم برم بالای این پله ها، از پله های تناب چیزی آویزون کنم. راستی تو کیفم تناب دارم. بچه خیلی اومدیم بالا، منم از ارتفاع میترسم واقعا. چه خودشه، پیداش کردیم، همون کانتینر است. نگاه کنید یه نفر جلوی کانتینره وایساده داره، فکر کنم چک میکنه داخلشو. خب دیگه بذارید من برم اونور بپرم. وای بچه افتادم تو آب. بیا بیرون تا غرق نشدیم. خدا رو شکر داشتیم غرق می‌شدیم، منم زیاد شنا بلد نیستم. لعنت بهش، من فکر کردم این دقیقاً بالای کانتینراست. وایس ببینم میتونیم از این تنابه رد شیم. کسی هم حواسش نیست. بچه چاره دیگه نداریم، جلوی اونجا که پر از نظامی راه ورودی کشتی، فقط هم میتونیم از این تنابه بریم. سعیمو میکنم فقط خدا کنه که نیفتیم پایین. داریم میریم، آروم تعادلتو حفظ کنم. وای افتادیم بچه‌ها. یه بار دیگه امتحان میکنیم، فقط نیفت. تو رو خدا رسیدی، نزدیک شدی دیگه، چیزی نمونده. طاقت بیار. ای بچه‌ها بالاخره رسیدیم. خب بذارید من برم سراغ کانتینره. بالا بود، ببینم اینجا پله نداره. بالاخره تونستم بیام بالا بچه‌ها. خیلی یواش و ایزی باید بریم سراغ ماشینه. تفنگو در بیاریم، رایفل خیلی سنگینه، نمیتونم باهاش زیاد تیر بزنم. ببخشید. بودو وای افتادی. برو بپر. ماشاءالله. بچه اینجا رو نگاه کنید. فهمیدم. بودو سوار شو. یا خدا اینم لامبورگینیه، ولی چقدر خفنه بچه. این کدوم گاز کدوم ترمزه؟ یا اول فت. برو. وای دارن تیر میزنن. برو. وای نمیتونم خیلی درست باش برونم بچه ها، اینقدر سرعتش زیاده. تا نیومدن سراغمون سریع باید بریم. ولی عجب ماشینیه، چقدر تون میره. سیمیون یعنی چقدر میخواد بچه بابت این پول بده؟
سیمیون ببین چه ماشینی برات آوردم، نزنم به دیوار. بیا داش سیمیون، اینم از ماشینی که خواستی. بچه‌ها ماشینو نگاه کنید، لامبورگینی قبلی هم اونجاست. خداوکیلی چقدر این خفن‌تر از اون یکیه. عمو سیمیون اینم ماشین، پول منو بی زحمت بده حالا. آفرین عمو جون، تو خیلی قابلیتات زیاده نسبت به سن تو. قدر خودتو بدون. یا اینم پولی که خواستی، 10 میلیون دلار. اوه بچه‌ها 10 میلیون دلار باورم نمیشه. الان پول